ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 2، گفتار 44. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. من دستخط یاری مهربانی خود را چنان که قاضی کلام به دستخط امیر می کند اول از سرم بالاتر برداشتم، بعد فراورده به چشمانم مالیدم و بعد از آن به لبانم آورده تا تر شدن کاغذ بوسیدم و پس از آن کشاده خواندم. آن یاری مهربان در آن کاغذ نوشته بود: اکم الله، خطی من بدخوان است، بنابراین همه گپها را ننوشتم، عیب نفرمایید و هر چیزی که ستاره گوید به همان عمل نمایید. من تاریک شدن هوا را منتظر نشده، چون که از بی طاقتی در درون حجره نشسته نمی توانستم، به دری پرتوی مزار برآمدم و در دمی در این سو آن سو قدم زده گشتم. بعد از تماما تاریک شدن شب ستاره آمد. در آن وقت آسمان هم پر از ستاره شده بود. من او را از دور دیده به طرف او رفتن خواسته قدم پرتافتم، اما او با دست خود به ایستادنم اشاره کرد و خود به پیشم رسیده آمده: بی صبری نکنید، گفت. با شنیدن این سخن از ترس و ناامیدی قریب بود دلم ترک کرد، زیرا من مگر وعده به وقتی دیگر مانده است و ستاره برای خبر دادن آمده است گفته پنداشتم. اما او سخن خود را دوام داده گفت: من رفتن میگیرم، شما 20 قدم پستر از من بیایید. من دوباره شرمنده شدم، زیرا از سخن آخری دخترخانه معلوم شد که این بی‌صبری من هم مانند آن بی‌صبری بوده است که 1 ساعت پیشتر در پیش همین دخترک کرده از وی تنبیه دیده بودم. باز همان حرکتی سزاواری تنبیه از من سر زد. دخترخانه رفتن گرفت. من قدم‌های او را یگان یگان با دقت شمرده ایستادم. وقتی که او قدم 21 را از زمین برداشت، من هم قدم 1 خود را برداشته برابری او بر زمین نهادم و احتیاط می کردم که قدم‌های من از قدم‌های او زیاد و کم، تنگ و وسیع نشوند و برابر از زمین برداشته شده برابر بر زمین گذاشته شود. در این گونه راه روی من به سربازان امیر مانند شده بودم که آنها در وقت مشق به قدم پرتایی سردار خود نگاه کرده راه می رفتند. من گمان داشتم که آرام جانی من مرا در خانه خود مهمان خواهد کرد، اما ستاره به طرف دری درآمدی مقرری رباط متولی نرفته و آن در را در طرف دست چپ خود گذاشته شرق رویه راه رفته در پسی رباط گذشت
و از آنجا تماماً به طرف شرق رو آورده در میانه خامه های ریگ رفتن گرفت. من هم از پی او. گاه خامه های ریگ او را از من پناه می کردند و من قدمگذاری او را ندیده می ماندم. در آن گونه وقتها از ترس در بدنم لرزه می افتاد که مبادا به وی نزدیک نرفته یا اینکه از وی دور نمانده باشم که سیوم باره سزاواری تنبیه شوم. آخر او به یک پستخمی رسیده ایستاد. من هم در جایی بودم برابر او ایستادم. او این کاری مرا دیده و پیش رفتنم اشاره کرد. من مانند گنجشکی ریشته بر پایی که ناگهانی بندی وی کشاده شده باشد به پرواز آمدم و خاطر جمعانه از شنیدن طعنه بی صبری در یک ثانیه به او رسیده گرفتم. او به من آهسته کک: شما در اینجا در پستخمی خامه ریگ دراز کشیده خوابید که هیچ رونده و آینده پی نبرد و پادشاهانم همین جا می آیند. گفت و خود زود برگشته رفت. ستاره در 2 ثانیه از نظری من پنهان شد. برابری از نظر غایب شدن او ستاره های آسمان هم کم شدن گرفتند، چون که از طرف شرق مانند علنگی از دور نماینده سوختار یک روشنایی پیدا گردید و این روشنایی کم کم پهن‌تر، بلندتر و کمرنگ تر شدن گرفت. از پس آن روشنایی از همان طرف یک لعلی میسی صندلیگی کلان برین که در آتشش تفسانده سرخ کرده باشند یک چیز نمودار گردید. این ماهی 18 یا 19 روزه بود که طلوع می کرد. بعد از دقیقه ماه رنگ لعلیچه نقرگین درخشان را پیدا کرد. در این وقت روی ریگی سرخ به شکل خام قیماق سخت بسته به نظر عکس انداخت. اکنون فضای بیابان هم یک بحری پرشیر بر این می نمود. ماه بلند می شد، اما از آفتابی من هنوز درک نبود. من دلتنگ شدم. 1000 گونه وسوسه ها در دلم پیدا شدن گرفت. احتمال پدرش از شهر ناگهانی آمده باشد. احتمال در خانهش یگان مهمانی ناخوانده شوم قدم آمده مانده باشد. خدا نکرده احتمال در وی یگان بیماری ناگهانی روی داده باشد. هرچند از عقل دور باشد هم احتمال مانندی بعضی دختران حیله‌گری که در افسانه ها حکایه می کنند مرا بازی داده خود دخترخانه اش را در بغل کشیده آرزوی دوغ را در مهتاب شکسته خنده کنان مرا مسخره داشته و حضور در جایگاهش خوابیده باشد و من در اینجا آرزوی آفتاب را با مهتاب شکسته تا روز ستاره شماری کنم و مانند اینها. من بی آنکه قد راست کنم گوک کشام از پستخمی خود را به بالای خامه ریگ گرفتم. در آنجا دیواری رباطی متولی را از نظر گذرانیدم. دیوار هم با پرتوی شیر مهتاب شیر برین می نمود. دقت کردم که در آنجا یک دری خردترک می نماید. من در دل مقرر کردم که وی دری پرتوی رباط است و دری امیدی من هم باید همین در باشد. بنابراین مانندی گربه‌ای که چشم خود را از دری مشخانه نمی کند من هم میژه نزده چشمانم را به آن دری امید دوختم. نمیدانم باز نیم ساعت یا چند ساعت گذشت. در هر حال به من شب یلدا برین دراز می نمود. ناگاه دری امیدم گشاده شد. دلی من هم سخت زدن گرفت.
دل تقاضا می کرد که سینه را دریچه‌وار شکافته از آنجا برآمده به طرف آن در دود و آرامی جان خودش را پیشواز گیرد. اما همه امیدهای من و دل برباد رفت. ناامیدانه دیدم که کسی از در براینده یک کسی قد پست بود و حالان که آرامی جان و دل من بالا بلند و اشوگر و سروی ناز بود. خوب دقت کردم. آن براینده ستاره برین نمود و حالان که من نگرانی برآمدن آفتاب بودم. من در دل خود گفتم انا آمد آن دخترکی ساده نمایی دروندار که امروز و امشب با دروغهای خود مرا فریب داده در عذاب انتظاری گذاشته بود. باز می‌خواهد با یگان بهانه دروغ مرا گول زده در آتش ناامیدیم گذارد. در آن صورت برای من خود را سرنگون در چاه مزار انداختن بهتر از آن است که ناامیدانه سرخم کرده به چله خانه روم. اما دخترخانه به طرف من نه آمد، بلکه تک تک دیواری رباط به طرف جنوب، به طرفی که مرا آورده بود رفت و در گوشه شرق جنوبی رباط استاده به طرف دری پرتوی مزار که من از آن در برآمده بودم و به طرف دری درآمدی رسمی رباط با دقت نگریست و بعد از آن با همان تک تک دیواری رباط به طرف شمال پست گشت و از پیش دری پرتوی رباط گذشته همچنان راه خود را به طرف شمال دوام داد. وقتی که به گوشه شرق شمالی رباط رسید در آنجا ایستاده هر طرف را با دقتانه از نظر گذرانیده بازگشت و به دری پرتوی رباط رسیده از وی درون برآمده غایب شد. من امیدوار بودم که برابر غایب شدن ستاره از آن در آفتابم می براید و من او را در زیر فرنجی شاهی پری طاووسی و با روبنده داکه سفید تصور می کردم. اما از آنجا به جای آفتابم یک نوری سفید نمایان شد که از زمین به طرف آسمان قد کشیده بود و این نوری روان پیش پیش به طرف من آمدن گرفت. چون نزدیکتر رسید فهمیدم که آن آدم است. آن آدمی است که در زیر لباسی سفید همرنگی شیر مهتاب شده است و اگر کسی مانند من منتظر آمدن کسی نباشد آدم بودن او را پی نمی برد، بلکه او را پرچه از شیر مهتاب گمان می کند. چون آن نوری روان باز هم نزدیکتر رسید در من هیچ شک نماند که این همان بالا بلند و اشوگر و سروی نازی من بوده است. قامت آن سروی ناز در راه رفتن به نونیحالانی نازک تنه بلند قد مانند بود که در زیر باد به هر طرف میل می کرده باشند، یا یک گلبونی پرگلی بود که شاخهای وی از غایت خوشباری به هر طرف خم می خوردند، یا او از شرابی غروری حسن، یا اینکه از باده شادمانی مست شده بود که مستانه قدم می نهاد. چون آن محبوبه دلارام نزدیک رسید من از سری خامه ریگ شاریده فرآمده در پسخمی که ستاره به من نشان داده بود باید ستاره هم آنجا را به من با نشاندادی آن آفتاب تعیین کرده باشد دراز کشیدم. اما بسیار دیر نکشید که آن آفتابی عالمتاب
بر سری بالینی انتظاریم رسید و گویا بختی بلند به من می گفت که ای بر سرت آفتاب آمد، برخیز. من فرمانی بختی بلند را رد نکرده بی اختیار از جایم جسته خیستم و در رو بروی او راست ایستادم. در تنی آن سروی ناز کرته شاهی سفید بوده و این نمانندی کرته دخترانی دوشیزه پیش بسته، بلکه به طرزی کرته های زنانی تیفلدار پیش کشاده بود و از آنجا صفحه سینه بلورینش در پرتوی ماهتاب مانندی صفحه سفیدی درخشانی در نظری من میتافت. در حقیقت آن بختی سفیدی من بود که پیشش کشاده می نمود. آستینهای کرتهش تا بالاتر از آرینجهایش برزدگی بوده، ساعدهای سفیدش در فضای ماهتابی مانندی شیرماهی زنده‌ای که درونی آب باشد دلبرانه جنبیش نموده، گویا ما برای بوسه تو آمدیم گویان هوسی کس را آهن رباوار به طرف خود می کشیدند. بر سری آن سروی سرانداز یک سراندازی شاهی سفید بود که موی سیاهی درازی دلاویزی او را سر تا پا می پوشانید و معلوم بود که او این گونه سرانداز را برای همرنگ کردن تمامی بدنش با مهتاب و پنهان داشتن خود از رقیبی ناخلفی احتمالی به سر گرفته بود. از تگی دو طرفی پیش آن سراندازی سفید 2 میل موی سیاهی نابافته زلف مانند نمودار بود که آن دختری خود آرای اشوه پیرا آنها را از دو بناگوشش بروی رخسارش گذرانیده به نزدیکی های گوشه های دهانی خود آورده کج کرده گذاشته بود و این وضعیت هیئت او را باز هم دلرباتر و خوشنماتر کرده بود. من نمیدانم که روی سفیدی گلابی تابی او را به چی مانند نمایم. من آن روی را آفتاب گویم هم نمی شود، ماه گویم هم نمی شود، گل گویم هم نمی شود، آینه گویم هم نمی شود. زیرا اینها چیزهایی اند که هر کس هر روز هر کدام آنها را می بیند و شاید به سبب بسیار دیدن باشد بیننده به آنها یگان اهمیتی فوق العاده هم نمی دهد. آخر آن رویی را که آدم به یک دیدنش تا نثار کردن جان خود تیار است چگونه و با کدام انصاف با این چیزهای عادی مانند می کند؟ من همین قدر گفته می توانم که آن روی زیبا با آن بینی لطیفی دلربا با آن چشمانی سیاهی محبت نگاهی مهرافزا با آن مژگان‌های درازی دلنوازی شوق‌انگیز با آن ابروانی مشکین مویی نوک‌تیز با آن پیشانه‌ی مهربانی نشانه‌ی لطف‌آمیز بسیار شینم، بسیار دلکش و بسیار خوشنما افتاده بود که آدم از دیدنش سیر نمی شد. من می لرزیدم. او مستانه قدم مانده به من نزدیک رسید. من بی اختیارانه با 2 دستم از بندی 2 دستی بلورینش گرفتم. او به هیچ ابا و به هیچ گونه ناز و استغنا به من نزدیکتر آمد.
از او در ضمنی بوی خوشی دلکشی عطر یک بوی بیگانه هم آمد. این بوی شراب بود که از طرف دهان او می آمد. من در حال پی بردم از آن مثلث شرعی که پدرش برای در طاعت قوت هر صبح و شام بلکه علی دوام می نوشید. او امشب برای جسارت پیدا کردن در ملاقات عاشقانه و بی ایبا کشاده پرتافته توانستنی دفتر عشقبازی خود در پیش یک عاشق نو گرفتاری بیگانه 2-3 پیاله نوشیده برآمده است. در تصویر این حالت و هیئت او در زیر آن پیراهنی پیش گشاده و آستین‌هایی برزده 3 بیت صایب اصفهانی به خاطر من رسید و آن بیت‌ها اینها بودند که درون درون زمزمه کردم. آن محلقا برآمد از خانه می کشیده، مایل به اوفتادن چون میوه‌ای رسیده. نازی بهانه جو را در یک طرف نهاده، شرمی ستیز خو را در خاک و خون کشیده. مالیده آستین را تا بوسگاهی سایید، تا ناف پیرهن را چون صبح دم دریده. پادشاهانی من در حقیقت هم یک میوه‌ای رسیده‌ای بود که آن شب به دست من افتاده بود. او مانندی شفتالوی شلیلی آبدار بود که از سر تا پای بدنش آبی لطافت و تراوت می چکید. بندهای دستانی لطیفی او هنوز در دستانم بودند. دستانی من می لرزیدند و دستانی نرم و نازکی او هم از دستانی من کمتر نمی لرزیدند. من دستانی ملایمی او را نرم نرمک می مالیدم، اما سخنی نمی یافتم که به او گویم. او یک باره دستانی خود را از دستانم کشیده گرفته و آن دستان را در 2 طرف یازانده، سری سینه صافش را بیرون دمانده خمیازه‌ای کشید و با آهنگی جسورانه آخر در یک جا بنشینیم گفت. در آهنگی او علامتی بود که گویا برای بی جسارتیم با آن آهنگ به من طعنه می‌زد. به چشم گفتم من در جواب او. او در همان جایی که ایستاده بود نشست و من هم به او پیروی کرده در روبروی او جای گرفتم. در میانه من و او از 2 وجب زیادتر فاصله نبود. من هنوز سخنی نمی یافتم که به او بگویم یا اینکه مانندی گنگ و لال سخنهایی در دل داشتم را به او گفته نمی توانستم. باز او به گپ در آمده پرسید: شما را چرا بسمیل می گویند و معنی این سخن چیست؟ معنی بسمیل کشته شده می باشد. من که کشته شده عشق می باشم و همین مناسبت مرا بسمیل نامیدند. گفتم در جواب با جسارتی که او به من با پرسش خود داده بود. عشق کدام معشوقه نامهربان شما بر این یک جوانی مهربان دلکش را کشته است؟ گویان باز پرسید: آن معشوقه مهربان؟
از گفتن نام آن معشوقه مهربان و به قول تو نامهربان می ترسم. گفتم من در جواب ترسان و لرزان. مگر کشته شده عشق را دوایی نیست که با وی دوباره زنده شود؟ اگر باشد آن دوا کدام است و از کجا یافتن آن ممکن است؟ این پرسش های سرپیچ که حقیقتاً کلید راز دل سربسته من بودند، مرا چنان بی طاقت کردند که دیگر در من نه بی جسارتی ماند و نه شرم و حیا. هست گویان پیشتری آن محبوبه مهربان غیجیده رفتم و دستانم را بر زمین نهاده و به آنها تکیه کرده خود را راستر گرفته لبانم را به لبان او نزدیک برده ایستاده بوسه انا همین لبانی حیات بخش دوای زنده کننده کشتگانی عشق است. گویان لبانی لرزانی خود را به لبانی تفسانی او چسباندم. دیدم که او از این حرکتی من نرمید، باز هم جسورتر شده دستانم را از زیری بغلش گذرانیده خواستم در آغوشش تنگ کشم، اما آن دختری جسور در حالتی که من پی می بردم خونی جوانیش در غلیان آمده است، با یک حرکتی سرکشانه دو دستی خود را به سری سینه من تیر کرده مرا با شدت پسناکی تیله داد و خود را از جای نشستگیش یک قدم پس کشیده با همان وضعیت اولیش در رو بروی من نشسته سرخم کرد و صدای پیق پیق کنان گریستن از وی شنیده می شد. علنگه آتشی در گرفته ایستاده بدنی من یک بار پس شد. سر تا پایم هنوز هم می سوخت، اما مانندی هیزومی تری نیم سوخته که از هیزومی خشکی شعله‌ور دور افتاده باشد کردود کنان می سوخت و دودی این سوزیش در دماغم زده مغز سرم را می ترکانید. دختر آرام نمی گرفت و گریه گلوگیرش را دوام می داد. سرور به غم، سور به ماتم بدل یافت. من که او را دوست داشته بودم و مقصدی من از هرچی پیشتر خرسندی و رضامندی او بود، به این حالتی او طاقت کردن از اقتدار من بیرون بود. پیشترش رفتم و در مقامی عذر گفتم: ای جانی عزیز، من به مهربانی های تو فریفته شدم، به یک حرکتی گستاخانه نیت کردم. تو سرکشانه مرا تنبیه کرده جاده ام را به من نشان دادی. من از این جهت از تو منت دارم، اما از آنجا که من سبب غم و اندوهی تو شدم و بجای آنکه تو را خندانم گریاندم، خود را گنهگار می شمارم و از تو بخشایش می طلبم و نیز از تو می پرسم که گوی من چی کنم که سبب خرسندی تو شود و این غم و اندوهی تو را برطرف نمایم. شما گفتار 44 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.